بسم الله الرحمن الرحيم. ماه مبارک رمضان ماه برکت هست. اولین برکت ماه مبارک رمضان این که خداوند در این ماه قرار داده هر نماز فرضی و هر کار فرضی 70 برابر می شود. اینها روایت صحیح است. برکت رمضان، هر فرضی در رمضان معادل 70 فرض می شود. یک نماز فرض 70 فرض. اگر یک نماز فرض با جماعت بخوانید در غیر رمضان 25 درجه ثواب دارد یا 27 درجه. صلات الجماعت افضل من صلات الفرد ب 27 درجه. در غیر از رمضان اگر یک نماز فرض در جماعت بخوانید تا نمازی در خانه بخوانید 27 درجه فضیلت دارد. اگر در رمضان باشد 27 بزن ضرب در 70. یک نماز فرض با جماعت 27 درجه بزن ضرب در 70. هرچی به دست آمد یک نماز فرض است. از این دیگه فرصت بهتر. اگر کسی در رمضان 30 روز 150 نماز فرض است در جماعت بخواند 150 27 ضرب در 70 دنیایی است. در ماه مبارک رمضان شب قدر هست. عبادت از 1000 ماه بهتره. 1000 ماه معادل چند ساله؟ معادل 83 سال. یک شب 83 سال به خدا نزدیک میشوید. 83 سال و 4 ماه و نیم. 1000 ماه معادل 83 سال و 4 ماه و نیم است. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. خدا یک شب فرستاده که در اون شب 83 سال و 4 ماه و نیم مسافت طی بکنید به خدا نزدیک بشوید. اون شب از دست بدید. اگر کسی 5 تا شب قدر در 5 رمضان نصیبش بشود 5 8 تا 40 تا 415 سال دیگه چه برکتی هست در رمضان. بهش 8 تا در دارد. یکی از درهای بهش اسمش باب الریانه، در ریان. فاصله یک لنگی در بهش مسافت 40 سال اسب تازی است. خدا کنهشو بهتر میداند. این در رمضان باز می شود و در روز قیامت هم باز می شود. روز قیامت که رسید در روایت دیگه وارد شده که للصائم فرحتان، برای روزدار 2 خوشحالی هست. فرحت عند فطره و فرحت عند لقاء ربه. خوشحالی هنگام افطاری قبل از اذان 10 دقیقه دعا می‌خواند که خدا روزه امروزش را برش قبول بفرماید، منت بگذارد، قبول بفرماید. بعد مؤذن اذان میگوید، خرما دستش منتظر مؤذنه تا گفت الله اکبر خوشحال میشود. الحمدلله که امروز روزمو به جا رسوندم. بعد بر رزق خدا افطار میکند و طلب مغفرت میکند. این یک خوشحالی. خوشحالی دوم هنگامی که با روزه و پرونده پر از روزه ملاقات پروردگار میکند. خداوند در روز قیامت در دشت محشر سوال میکند این الصائمون من امت محمد صلی الله علیه و سلم. روزداران امت محمد کجا هستن امروز؟ هر کسی روزه گرفته دستشو بلند میکنه. هر کسی نگرفته اگه دستشو بلند کرد دستشو خرد میکنن. روزداران که دستشون رو بلند کردن میگوین از این در وارد بشوید. هذا باب الریان للصائمین. آخرین نفر روزدار که از در ریان وارد شد در ریان رو میبندن. دیگه برکت رمضان چیه؟ قرآن و روزه شفاعت میکنه در انسان. به درگاه رب پروردگار صدا میزند. روزه میگوید ای پروردگار من در روز رمضان، در روز گرم رمضان عزیزترین چیزها را بر اون من کردم. حرفمو قبول کرد. آب و نوشیدنی و خوردنی منعش کردم. خدایا من را در اون شفاعت بده. میگه باشه شفاعت تو قبوله. قرآن از اون طرف می آید میگه خدایا همینطوری که روزه رو در اون شفاعت دادی منم شب خواب از چشمش گرفتم. منم اجازه بده در این روزدار را کسی که شب با قرآن بیداری میکشید در شفاعت بکنم. میگه تو هم اجازه دارید که در این شخص روزدار و در این شخص مؤمنی که شبها با قرآن می ایستاد شفاعت بکنید. آیا شفاعت رمضان و قرآن نمیخواهیم؟